نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه شما را برادران خیلی عزیز و گرامی به این روز جمعه، سید روزها، بهترین روز هفته، تبریک و تهنیت میگویم و پیش از آنی که همراه شما دستی به دعا بردارم که موعظه امروزه را و دعای امروزه را از حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که راوی این حدیث حضرت انس رضی الله عنه هست آغاز نمایم. عن انس رضی الله عنه قال قال النبي صلی الله علیه و سلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق علیه. حبیب خدا فرمودند ای برادران مسلمان، ای پیروان قرآن، ای اهل هدایت، ایمان شما نقص دارد، ایمان شما کمبودی دارد، ایمان شما ناکامل است تا آن زمانی که آن چیزی که در دلت خواهش داری، فارم داری، دوست می‌داری، برای برادر مسلمان دوست نداری. این حدیث در زیر آیت انما المؤمنون اخوتون است. این حدیث ما را دلالتی به یکدیگر فهمی میکند. این حدیث ما را دلالتی به یک دیلی میکند، ما را دلالتی به همبستگی میکند. از این خاطر با این شرف و بزرگی و این برکات حدیث رسول اکرم از خداوند مسئلت دارم، خواهان هستم
که خدایا در بین ما تمام مردم مسلمان تاجیکستان و دیگر مسلمان های روی دنیا یک دیلی را، یک دیگر فهمی را، همبستگی و اتفاقی را خدایا نگه داری. و خدایا ما مردم مسلمان را در زیر این آیت انما المؤمنون اخوة سرجم بگردانی. خدایا از دل ما مسلمان ها کینه و حسد و بخیلی را دور بگردانی. خدایا در دل ما محبت را، شادی را نسبت یک برادری مسلمان من همیشه خدایا زنده نگه داری. خدایا هیچگاه ما را بدخواه یک برادر من نگردانی. خدایا خاتمه کارمانم به خیر بگردانی. خدایا گذشتگان من رحمت و مغفرت بگردانی. خدایا برادرانی که امروز در سفر هستند همگیش خدایا صحت و سلامت به خاندانشان برسانی. و همه آن برادرانی که امروز در این مسجد مهمان هستند خوش آمدند. خداوند در هر قدم شما حسنات کتابت بفرماید و صحت و سلامت به خاندانتان برساند. خدایا این جمهوری ما را باز هم آباد بگردانی. صلح و آسایشتگی را همیشه حکمران بگردانی. رهبری دولت هم برای آبادی و پیشرفت این ملت، این سرزمین سعی و کوشش ها دارد. خدایا ایشان هم در حفظ امانت نگه داری. آمین یا رب العالمین. جمعه های ما و شما اطراف اوصاف و فضیلت های حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دوام دارد و هرچیه که اگر اطراف این از کتاب ها جستجو کنیم می توانیم که هر یک جمعه ما در اطراف این مرد خدا، این یار اول پیغمبری خدا گذشت کند و خدا رحمت و مغفرت کند. این یار اول رسول اکرم، بهترین انسان بعد رسول اکرم، بار به سوی آسمان نظر کردند. آسمان بسیار صاف بود، ستاره ها می درخشیدند و در بزرگی و قدرت پروردگار آب از چشمهاش میگد سرازیر شد که این آسمان بی ستون نگه می‌دارد. آن چیزی که بین آسمان است، بین زمین است، همگیش در اختیار این پروردگار است و همه آن چیزی که بین زمین و آسمان است تسبیح پروردگار را میگوید. به خاطر گذرانید و حضرت میگوید در گریان شد. ناگاه میگوید به اطراف نگاه میکند، یک پرنده بالا یک درخت نشسته است. با آواز شیرین خود این پرنده نغمه سرایی دارد. ابوبکر صدیق به جانب این پرنده نگاه کرد و گفت خوش به حالت، نغمه سرایی داری، شیرین آوازی داری، از این میوه های درخت استفاده میبری، لکن فردا خداوند تو را از حیات و از این خوراکیات پرسان نمی کند. خوش به حالت. و گفت پروردگارا کاش که مرا یک درخت می کردی و در یک بیابان می سبزاندی و یک اشتر به پیش این درخت می گذشت، این درخت را می خورد، خارج می کرد، ولیکن ابوبکر نمی کردی. این از روی ترس بود. ابوبکر که خوابش عبادت بود، والله بیداریش عبادت بود، قدمش ثواب داشت. بازم این از قیامت می ترسید، از الله می ترسید. آرزو می کرد که درخت می شدم، علف می شدم تا که مرا یک حیوان استفاده می برد و ابوبکر نمی شدم. امروز ما و شما حیات بی پروایانه می گذرانیم، ناترسانه گناه می کنیم. به یاد من قبرم نمی زند، قیامتم نمی زند.
جمعه گذشته ما اطراف یکی از مصیبت‌های خیلی وزنی که خانه این ابوبکر صدیق فرا گرفته بود، این کردار منافقین خواستند که دختری ابوبکر صدیق محبوب ترین زن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عایشه را تهمت بر زنا کنند و ابوبکر و عایشه و خانواده ابوبکر را در پیش رسول اکرم و همه مسلمان ها در خجالت و شرمندگی قرار دهند. دشمن ها این خواستند، لیکن الحمدلله که این تهمتی که اونها بالای عایشه کردند عاقبت به نیکی انجام یافت. باز شرف و بزرگی خاندان ابوبکر صدیق از همه بالا شد. دادرای عزیز، روز به روز حجوم های هر گونه رویه ها و هر گونه جریان ها صورت دارد. شما از وجود خودتان دوست داشتن عایشه را هیچگاه دور نگردانید، زیرا حبیب خدا گفت قسم به عظمت پروردگار، این روایت هم بخاری است هم مسلم است، کسی که اگر اهل بیت مرا بد میبیند والله که وی دوزخی است. گفت کسی که اهل بیت مرا بد میبیند دشمن اهل بیت من است. زنهای پیغمبر از اهل بیت پیغمبر به حساب می رفتند. از این خاطر دادرای عزیز، وقتی هر جایی که نام عایشه ذکر شد شما در حق این مادرمان دعای خیر کنید. نگذارید که این دشمنهایی که از ما و شما تیار کردند نسبت این چهاریار پیغمبر و این مادرمان سنگ زنند و ما و شما با این گوشهای شنوا سخن اونها را گوش کنیم. به خدا قسم از این در بی ناموسی و بی غیرتی نیست. دیگر چی جاش میماند؟ مادرمان غیبت کنند، مادرمان سنگ زنند، پشتیبانهای پیغمبری خدا را تنقید کنند، ما و شما مسلمان ها گوش اندازیم. ابو حنیفه رحمت الله علیه سردار مذهب ما و شما در وصیت‌های خود در آخران فصلش به شاگردهاش گفت بزرگترین زن دنیا بعد خدیجه عایشه رضی الله تعالی عنها می باشد. او پاک است و خالی از زناست. این حضرت امام ابو حنیفه در وصیت‌های خود به شاگردانش گفت. حضرت عایشه مادرمان میگوید وقتی من از ظرف آب می نوشیدم زمانی که باز حیض بودم، کسل بیماری زنانه داشتم، رسول اکرم نگاه میکرد که از کدام جانبی ظرف من آب نوشیدم، دهانش را در جای دهان من میگذاشت. این حدیث بخاری است. از جایی که گوشت میگزیدم حبیب خدا آنقدر ما را دوست میداشت که از جای گزیدگی من دندان مبارکش میگذاشت. این از روی محبت بود. عایشه میگوید وقتی من در بیماری زنانه بودم که همبستری با زنی در حیض بودگی گناهی کبیره است، کسی که اگر در حالت حیض به زن نزدیکی میکند او مرتکب گناه میشود، تا اگر توبه به سوی خدا نکند از این عمل زشت خود خدا او را رسوا و شرمنده میکند. در حالت حیض بودم، دراز کشیده بودم، پیغمبر خدا آمد میگوید سری مبارکش بالای دامن من میگذاشت. زمانی که من در بیماری زنانه بودم او قرآن میخواند. این از روی محبت بود. حضرت عایشه محبوب ترین زن پیغمبر بود. در بین همه زنهایی که داشت نسبت عایشه صدیقه محبت بیشتر داشت.
بار پیغمبر خدا همراه عایشه بودند. عایشه میگوید از حبیب خدا طلب کرد ای شوهر مهربان، ای حبیب خدا، میخواهم که در حق من دعا کنی. دادرای عزیز خیلی با اهمیت باشین. شاید این سخنی مرا بعض مادرها هم خواهرها هم بعداً شنوند. این حکمت دارد. عایشه از شوهرش دعا طلب میکند. امروز من شما را باور که شاهد میگیرم اگر در همین مسجد تا 3000 و 4000 نفر باشین، خدا داناست که هیچ زنی شما از شما دعا طلب نمیکنه. باره هم نمیگن که شوهر در حق من دعا کن. باور کن در فکرشان هم نمیگذارد. حتی پروای دعای شوهر هم ندارند. نمیدانند که حبیب خدا گفت، اشاره به سوی شوهر کرد، گفت ای خانم های مهربان، ای زنان مسلمان، هو جنتک و نارک. همین شوهرها جنت و دوزخ شما هستند. اگر جنت میخواهی احترامشان کنین، به قدرشان رسین. خواه زیبا هستند، خواه بدرو هستند، خواه پولدار هستند، خواه بی پول هستند، خواه منصب دارند، خواه منصب ندارند، احترامشان کنین. اینا جنت و دوزخ شما هستند. افسوس که امروز بی قدرترین شخص در خاندان شوهرها می باشند. شوهر قدر ندارد، احترام ندارد، به قدر شوهر نمی رسند. باور کنین این زنها تا حد آمدن که پیش شوهر خیستن برای خود عار می دانند. اینا برای خود یک چیزی خیلی ناخوب می شمارند که پیش شوهرش خیزد، لیکن پیش یک مردی بیگانه و پیش یک زنی بیگانه می خیزد. شوهرها را احترام کنین. دنیا نه اونقدر دنیای درازی هست. اگر هر یک زنی که نماز میخواند لیکن در نمازش حبیب خدا میگوید در حق شوهر دعا نمیکند، نماز او در سر او زده میشود، قبول درگاه خدا نمیشود. زن همیشه باید دعا کننده در حق شوهر باشد. احترام شوهر باید به جای بیارد. حکم شوهر برای او فرض و واجب است. اگر گردن کشی کند، اگر ناپسندی کند، حبیب خدا گفتن درهای جنت بالای این زن پوشیده است. مادرای عزیز و خواهرای عزیز، من بر همه شما باور که مراجعتم همین است. از تمام آن روزهای نافله‌ای که شما میگیرید، از تمام آن نمازهایی که شب و روز نافله‌ای که شما میخوانید، اگر یک بار بروی شوهر تبسم کنین، قسم به خدا از همه عبادتان بالا هست. یک بار به بالای شوهر تبسم کنید، یا یک بار پشت دست شوهر تا بوسه کن، از همه عبادتت بالاست. کوشش کن مادر عزیز، خواهر عزیز، کوشش کن که شوهر از پیش خود دست شبر دارد، گوید خدا تو را اهل جنت گرداند. کوشش کن. اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها. زیرا خواهر عزیز، بزرگترین حق بالای تو نه پدر دارد، نه برادر دارد، نه عمک و تقت دارد، شوهر دارد. بزرگترین حق بالای تو حق شوهر نیست. قسم به خدا روز از روزها این زن و شوهرها را خدا در پیشگاه خودش راست میکند. خوش به حال اون زنی که در دنیا خدمت کرد، دعا کرده است، دعای شوهر را گرفته است. خداوند باز همراه می شوهر در جنت جایش میکند. حضرت عایشه از شوهر، از حبیب خدا گفت در حقم دعا کن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دست مبارک برداشت، زیرا از عایشه راضی بود. زیرا عایشه همیشه در خدمت رسول اکرم قائم بود.
همیشه پشتیبانی از رسول اکرم میکرد، شوهرش غیبت نمیکرد، شوهرش کمبودی هاش در پیش دوگانه ها و زنهای همسایه بیان نمیکرد. بار یک جمله یهودی ها چند نفر دشمنای اسلام خانه پیغمبری خدا آمدند، خانه رسول اکرم در آمدن تا این اندازه دشمن بودند که در جایی که السلام علیکم گویند چی میگفتند؟ السلام علیکم، السلام علیکم، مرگ به تو باده محمد. وقتی این عایشه این السلام علیکم از زبان یهودی ها شنید، این زن با غیرت، این زن پشتیبانی از شوهر طاقت نکرد، از جاش خیز گفت لعنت و مرگ خدا بر شما باد. حبیب خدا چیزی نگفته بود که عایشه پشتیبانی از شوهرش کرد، گفت خدا شما را لعنت کند، خدا مرگ به شما باد. گفت رسول اکرم گفت عایشه گفت نرم باش، من که با اونها جواب گفتم و علیکم گفتم، مرگ و لعنتم بر شما باد. پشتیبانی را ببینید. امروز در ما مکتوب می آید که شوهر غیبت میکند، شوهر کمبودی هاش در پیش زنهای بیگانه بیان میکند. رسول اکرم وقتی که این پیشنهاد عایشه را گوش کرد که در حقم دعا کن، دست شب برداشت و چی گفت؟ چی بشارت خوب است. قسم به خدا این دعای پیغمبر را گرفتن دیگر چی جای وصفش است؟ اللهم اغفر لعایشه، دعای پیغمبر، اللهم اغفر لعایشه ما تقدم من ذنبها و ما تأخر و ما اسرت و ما اعلنت. خدایا گفت پروردگارا عایشه را گناهاش مغفرت کن. خدایا آن گناهی را که نافهمیده کرد و آن گناهی را که قصدن کرد، خدایا از تو خواهش دارم عایشه را مغفرت کن. خدایا آن گناهی را که آشکارا کرد پنهان کرد، خدایا مغفرتش کن. عایشه وقتی دعای پیغمبر را شنید، شاید همون لحظه برای عایشه لحظه های شیرین ترینی از حیاتش بود. آنچنان میگوید خندید، آنچنان یک خنده زیبای عایشه را فرا گرفت، میگوید که تاب خورد آمد در بغل رسول اکرم زد. رسول الله گفت آیا دعای من ترا خوشنود کرد؟ گفت از این دیگر چی برای من لازم؟ بله گفت بسیار از دعای تو خوشنود شدم. رسول اکرم گفت ای عایشه، گفت انا همین دعایی که من برای تو کردم، قسم بر آن خدایی که مرا با پیغمبری مبعوث کرد، در هر نمازم در حق امتم انا همین دعاست، در حق امتم این دعا را همیشه میکنم. خدایا گناههای امت ما ببخش. این امتهای بی پروا باشند، ناترسانه گناه کرده ایستادند. حبیب خدا مغفرت گناه ما را طلب دارد. فضیلت عایشه است. خداوند در سوره احزاب النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، انا من شعار ما و شماست، انا من دلیل مستحکم ترین برای ما و شماست برای بسته کردن زبان همون ناکسانی که نسبت عایشه بدگویی دارند. خداوند میگوید ای مردم مسلمان، از همه جانهای شما برای شما بالاتر باید که جان پیغمبرتان، آبروی پیغمبرتان باشد. و خداوند گفت و ازواجه امهاتهم، و زنهای پیغمبر مادرای شما هستند. زنهای پیغمبر مادرای ما و شما هستند. مقصد از مادران این نیست وقتی که پیغمبر خدا از دنیا گذشت، زنهای پیغمبر کدامش که در حیات بود و یا هیچ کس دیگر حقوق نداشت که نکاح کرده گیرد، زیرا وی حکم مادر داشت. باید به قدر مادرمان رسیم، مادرمان احترام کنیم. ببین امروز اگر نسبت همین مادرایی که ما و شما داریم یک کس دشنام میکند، چقدر ما و شما بی‌طاقت میشویم، ناراحت میشیم که مادری ما را دشنام داد، حال آنکه این عایشه بهترین مادری ما و شماست. اگرچند امروز بعض جوانای عزیز مادر و پدرها را حرمت نمیکنند،
امروز شکایت ها از نام شما هم هست. برادری عزیز، برای چی نماز جمعه میخوانی؟ برای چی در نمازهای 5 وقته اشتراک میکنی زمانی که پدر و مادر از تو ناراضی است؟ برای چی؟ تو میدانی که این عبادت های تو همش بیکاره میشوند زمانی که اگر پدر و مادر از تو ناراضی باشند. عبدالله ابن مسعود، یکی از جان فداهای رسول اکرم، میگوید از پیغمبر خدا: سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم ای العمل احب الی الله تبارک و تعالی. ببین این حدیثی صحیح است. عبدالله میگوید از پیغمبر خدا پرسیدم: ای حبیبی خدا، از همه عملی که خدا و اولین درجه دوست می‌دارد کدام عمل است؟ حبیبی خدا گفتن: الصلاة علی وقتها. نماز در وقتش خواندن. بچم گفت محبوب ترین نماز به سوی خداست، محبوب ترین عمل به سوی پروردگار نماز در وقتش خواندن است. در من مکتوبای زیاد آمد. الان یک مکتوبم خواندم درباره وقت نماز میگوید. در مسجدها 1 ساعت هیچ کس از طاقت ندارد، حالان که 1.5 ساعت باید به کمش ما و شما ایستادگی کنیم نماز خفتن خوانیم. کاش که همون موی سفیدها، کاش که همون شخصانی که 1 ساعت طاقت ندارند، کاش که همین سراسیمگی را در نان خدایی کنند. در نان خدایی در نزد یک اگر فسق و فساد باشد 1 ساعت نشیند به خدا قسم ماندن نمیشود، پروا هم ندارد. اگر گویم بابای اکی اوقات دویم 1 ساعت پس میشود، میگه نشینم، پر ندارد، وقت دارم. لیکن برای نماز وقت نیست. 1 ساعت وقت نمی‌یابد. 1.5 ساعت برای عبادتی که الله این عبادت دوست می‌دارد که در وقتش خوانده شود وقت جدا نمی‌کنه. ببینید ما و شما کجا رفته ایستاده. دویم چی گفتن حبیب خدا؟ ثم ایون. عبدالله میگوید دوام دادم: ای حبیب خدا، باز کدام عمل الله دوست می‌دارد؟ بر الوالدین. حبیب خدا گفت خدمت کردن در حق پدر و مادر. پدر و مادر را راضی کردن این عملی هست که الله باید دوست می‌دارد. جوانای عزیز، الحال حدیثی که من درباره زنها گفتم، همین حدیث باز در راست پدر و مادرم است. هم جنتک و نارک. پیغمبر خدا گفت پدر و مادر جنت و دوزخ توست. جنت و دوزخ تو پدر و مادر توست. پدر و مادراتان احترام کنین، به قدر پدر و مادراتان رسین، دعای پدر و مادراتان گیرین. آن وقت عبادت شما را کامیاب میکند. آن وقت شما از زندگیتان برکت میابین. زیرا حبیب خدا میگه اگر خواهین که بچه هاتان شما را احترام کنن، به قدر پدر و مادرتان رسید. پدر و مادر را احترام کردی، بچه‌ت آینده تو را احترام میکنه. لیکن پدر و مادر را بعد ما و شما وقتی از دنیا میگذرد، بعد این ریاکاری ها تمام شد. این نمایشگری هایی که میکردیم مردم الکه از ما فهمیدند. دیگر او صورتی در قالین او چی در کار زمانی که وای تو را عاق کردگی بود. او صورتی در قالین او چی در کار از زمانی که وای از دستی تو داد میگفت، وای لباسی تازه را ندیده بود، وای شکمی سیر از تو ندیده بود. صورتی او را چی در کار این شیطانگری، چی در کار این ریا و این خودنمایی که تو صورتی او را در قالین میزنی. زمانی که حالم که صورتی وای در قالین زدن گناه از خودش، بالای قبر او را چی در کار این قضیه و زینت دادن. پیش نماز اسب و پول و قالین نده، همون پدر ترازی که از دنیا گذرد. بالای قبر پدرت خود را دعا و مغفرت کن. یک ملا را پیش انداز کرده نبر. از جانب پدرت خیر احسان کن. یک بنای خوب بساز، یک مکان آباد کو به نام پدر و مادرت بگذارش. شخصی آمد گفت حبیبی خدا از جانب پدرم حج کنم ثوابش میرسد؟ گفت بله. گفت رو حج کن، ثوابش در حق پدرت ببخش، ثوابش میرسد. پول داری رو از جانب پدرت حج کن، از جانب مادرت حج کن. لیکن این ریاکاری و این حیله‌گری را ماند. دست در دستی زنک از ترس بازار را در اختیارش میتینه که بار دستی مادر تا گرفتگی بازار بردگی و تلاواری را در پیش نمانده و از ترس کردگی تو. به خاطر زن، به خاطر خیش و تبار زن از پدر مادرت بعضت گذشتگی. زنها را احترام کنیم.
ان اشکر لی ولی والدیک الی المصیر. الله چیز زیبا بیان میکنه. دادرای عزیز، کدام پدر و مادر داری، به خدا غنیمت از احترامشان کنید. پگاه از دنیا میگذرن، افسوس میخوری که کاش که به قدرش میرسیدم، لیکن این دیگه افسوس دروغ است و این به تو فایده نمیبخشد. الحال احترامشان کنید، الحال به قدرشان رسید. خدا میگه سپارشتان میتونم ای انسان‌هایی که پدر و مادر دارید. فراموش نکنید که یک زمان شما در شکم مادر بودین. میگه خداوند ببین، وحنا علی وحن، شما را مشقت بالای مشقت میبرداشت، شکم او درمان میشد، به خاطر تو از بهترین نعمتهای خدا پرهیز میکرد، احتیاطت میکرد، هر گونه طعام نمیخورد که یکی در همین بچه‌ام زلال نرسد. در حالت زاییدن تیار بود که خدایا جان ما بگیر، لیکن همین بچه‌ای که از این موالی یک تینه فایده ندیدم، همین را خدایا صحت و سلامت برار. تیار بود. امروز تو موردی به احترامی قرارش میدی، از خدا نمیترسی. خدا تو را میگه سپاری شد میتون، تو سپاری چه الله را اجرا نداری. میلش این صحبت کمم که اگر بیان کنم از هر فصل برای آدمی با عقل بس است. گفتمون محمد ثنای ایرانی، محمد صاحب ایرانی، یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدمی با فهم یک نکتهش بس است. خداوند چی گفت در سوره احزاب؟ پیغمبرها از نفسهای شما دیده، جان اونا، شرف اونا بلند است و زنهای پیغمبر مادرای شما هستند. میلش من اینجا این صحبت قطع میکنم، میگذارم در تهمت حضرت عایشه. در هر یک جهاد حبیب خدا یک زنی خدا می برد. غزوه بنی مصطلق آغاز شد، حبیب خدا قرعه پرتافت، قرعه را عایشه یافت و همسفر این غزوه بنی مصطلق عایشه شد. حبیب خدا وقتی که در راه عایشه میگوید می رفتیم هر جایی که اگر استراحت اختیار میکردند، من در کجاوه سوار بودم. کجاوه را میدانید، بالای اشترها و بالای اسب‌ها یک خانچه میکنند و همون خانچه را بالای اشتر بار میکنند، در داخل او آدم است. از داخل کجاوه خود میفرامدم باز تا زمانی که حبیب خدا امری به سوار شدن میکرد. این حادثه را حادثه افک میگویند. افک در قرآن افک یاد میشود، حدیث افک میگویند. یعنی مقصد از افک بهتان دروغ، حادثه بهتان دروغ. خدا پرده کنه. در دعاها ما حتی میگفتیم خدایا ما را از تهمت بدی ناگهان نگه دار. اینا به خدا وجود دارد، تهمت کردن وجود دارد. یک آدمی که صاف خالص است تهمتش میکنند. حبیب خدا میگه در غزوه بنی مصطلق اشتراک کردند، غلبه را به دست آوردند و این خبر غلبه بنی مصطلق به مدینه رسید که پیغمبر خدا در این غزوه غلبه را به دست آوردند. تمام مدینه را میگه خرسندی فرا گرفت. بعداً این حادثه بعد نزول آیت حجاب بود. وقتی آیت حجاب، پوشیدن ساتر برای زنها، وقتی که آیتش نازل شد، این تهمت هم بعد همون حادثه حجاب بود. حضرت عایشه میگوید آمدیم، برگشت به سوی مدینه می آمدیم، در اثنای راه حبیب خدا کاروان من کردن، گفتن کمی استراحت میکنیم. شب بود، استراحت کردیم. پس فرمان شد که همگی سوار شوین، مدینه می رویم. حضرت عایشه میگوید من پیش از آنی که در کجاوه خود در آمده سوار شوم، اول خواستم قضای حاجت کنم تا که در راه برای من باز یگان مشکلاتی رخ ندهد، یگان مشکلاتی روبرو نشوم. رفتم، میگه دور رفتم قضای حاجت کردم.
گشته آمدم به نزد کجاوه، خواستم که اراده در کجاوه سوار شدن شوم که دست در گردن میزنم، مهرم نیست، مهره‌ای که در گردن داشتم. یقین دانستم که این مهره من کند است و در همون جای قضای حاجت کردگیم است. میگوید دور رفتم، مثلا شب که بود این مهره را جستجو کردم تا مهره ها را جمع کردم، آمدم که کاروان رفت است. کجاوه مرا بالای اشتر بار کردن و فکر کردن که الکی من در داخل همون کجاوه هستم. لیکن در آغاز صحبتش حضرت عایشه گفتن به خاطری که من دختری 13 ساله و 14 ساله بودم و بسیار کم گوشت بودم، کم وزن بودم، یعنی زمانهای اون زمانها زنکا میخواد کم گوشت بودن، کم خوراک بودن، بگن اونا فکر کردن که من در داخل همین کجاوه هستم و مرا بار کردن و آیت حجاب که بود دیگر اونا حق نداشتن که در کجاوه مرا کشاده و مرا تماشا کنند. خلاص رفتن. من آمدم در جایی که کاروان بود، در همون جای کجاوه خود نشستم و گمانم این بود که پیغمبر خدا نفرهای را به سر من روان میکند تا که مرا از اینجا گرفته با صحت و سلامت و پیش رسول اکرم برند. لیکن هرچند ایستادگری کردم کسی به سراغم نآمد. این حالت مانده شدم و در همون جای نشستم، خوابم برد. قریبه های صبح بود که یک صدای شنیدم که این لله و این الیه راجعون. صدای یک مرد برآمد. این صوفان ابن معطل سلیمی بود. اون وقتا قاعده همین بود که یک نفر در قفای همون لشکر میگذاشتن، لشکر پیشا پیش میرفت، این از پس هر چیزی که از عسکرها که میغلطید و یا گرفته با صحت و سلامت به صاحبش میرسانید. وقتی که این صوفان میگه سیاهی مرا که دید دم صبح بود، براست من آمد و این لله و این الیه راجعون گفت. ما از خدا هستیم و به سوی خدا بازگشت داریم. صدای او را شنیدم. برابر عایشه میگوید از جای خود خیستم و چادرم را در رویم کشیدم. قسم به خدا عایشه میگوید صوفان دیگر بر من هیچ سخنی نگفت، فقط اشترش را خوابانید، به دستش اشاره کرد که اشتر در سوار شد. اشتر در سوار شدم، بند اشتر را گرفت و روان شد، به لشکرگاه آمده رسید. تا رسیدن لشکرگاه الکی سردار منافقین، سردار تهمتچی ها عبدالله ابن ابیه الکی تهمت در مدینه پاش کرده بود. که چی تهمت بود؟ عایشه امشب زنا کرد، همراه حسان ابن ثابت که این شاعر پیغمبر بود، همراه مستح ابن اساسه که مادرش خاله ابوبکر بود و همراه حمنه دختر جحش که این خواهر زن پیغمبر بود. 4 نفر تهمتگرها سرداری را به خود اختیار کردند، باز چند نفرهای دیگه داشتند. همگیش فقط یک سخن میگفتند: عایشه زنا کرده است. عایشه درک ندارد. وقتی عایشه میگوید آمدم به رسول اکرم روبرو شدم، رسول الله پرسید چرا شب در کجا بودی؟ گفتم همین خیلی حادثه رخ داد ای حبیبی خدا، گردنمند به فراموش کردم. آمدم که شما آمده، در همون جای خواب بودم، صوفان آمد، قسم به خدا به من گپم نزد، مرا به نزد شما صحت و سلامت آورده. روز بود، خدا رحمت کنه صاحب تفسیر ابن کثیر و یا میگوید که یک خالی بودن عایشه از زنا این که همون صوفانی که بالای شتر عایشه را بار کرده آورده بود روز بود، شبم نبود که بسیاری تهمت ها را در شب میکنن آدم باور میکنه. روز بود بگوید. حضرت عایشه میگوید وقتی که حبیب خدا اینها را از من شنید باورم کرد که من صحت و سلامت آمدم، لیکن الکی در وجود پیغمبر خدا تهمت شیناندگی بودن، به گوش پیغمبر خدا هم رسانیدند. عایشه میگوید آمدم به مدینه، زمان رسیدم
یک ماه بیمار شدم، ولی درک ندارد که باید تهمتی بر زنا کردم. تمام مدینه را تهمت فرا گرفته است، عایشه درک ندارد. آدم بیگناه از کجا در پای هیچ کار نیست. لیکن میگوید حبیب خدا هر باری که من بیمار میشدم بسیار در من لطف و مهربانی میکرد. این دفعه در بیماری که شدم از من لطف و مهربانی هاش برداشت، دیگر لطف و مهربانی نمیکرد. خانه من میدر آمد فقط میپرسید چگونه هستند، حتی نمیپرسید چخیل هستی ای عایشه، چگونه هستند. بیرون میشد. عایشه میگوید من تعجب میکردم که این حبیب خدا اینقدر من محبوب زنی او بودم، اینقدر احترام داشتم، چرا برای من لطف و مهربانی ندارد؟ احساس میکردم، لیکن در تعجب می آمدم. آخرهای ماه بود که میگوید درست شدم، تنم به درد شد. به ناگاه میگوید مستح، انمون مستحی که فرزند اساسه بود، گویا مادرش خاله ابوبکر بود، بچه خاله ابوبکرم تهمتی به دختر ابوبکر زد. میگوید مادر همین میگوید پیشم آمد و میگوید گفتم ای مادر مستح، خوب میشد که یک قضای حاجت میبرآمدیم. عایشه میگوید از این شب به شب دیگر یک بار ما قضای حاجت میرفتیم به خاطر کم خوراکی شد. و میگوید در نزد خانه ها ما حاجت خانه نمی ساختیم مثل عرب های جاهلیت. قضای حاجت ما در صحرا میشکستیم، دور از خانه ها میرفتیم و در دور میشکستیم. این مستح، مادر مستح با من همراهی کرد. وقتی در راه صحرا میرفتیم برای قضای حاجت، به ناگاه میگه چادری دراز داشت. همین مادر مستحی که عایشه را تهمت کرده بود، یکی میگوید پاش در همون چادر پیچید و قریب که به افتیدن بود. در همین حالت افتیدنش همین مادر مستح چی گفت؟ گفت خدا مستح را هلاک کند. عایشه میگوید وقتی شنیدم که مادر در حق فرزند خود دعا کرده ایستاد که خدا مستح را هلاک کند، ناراحت شدم. گفتم ای مادر مستح، آخر مستح اشتراکچی جنگ بدر هست، چرا در حق وی دعای بد میکنی؟ گفت ای زن نادان، تو آیا بیدرک هستی که مستح تو را تهمتی به زنا کرده است؟ تو میدانی که همین بچه من تو را تهمتی به زنا کردگی است. عایشه میگوید با شنیدن این سخن موی از بدنم خیست. گفتم چگونه مرا تهمتی بر زنا کردن؟ میگوید یکایک همگی شبد مادر مستح میگوید به من حکایه کرد. عایشه میگوید اثنای راه بود، به جایی که ما قضای حاجت میشکستیم رفتم، قسم به خدا از غم میگوید دیگه قضای حاجت کردن نتوانستم. از اونجا میگوید برگشتم آمدم به خانه. همان شب میگوید برای من شب نبود، تا روز میگوید گریه کردم، حتی صبح آب اشک چشمم خشک نمیشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید نزدم آمد، دید که حالم خیلی دیگرگون است. اینقدر پرسید که خیلی هستند، دیگر چیزی از من نپرسید. و از پیغمبر خدا درخواست کردم ای حبیب خدا اجازت نمیدهی که پیش پدر و مادرم روم؟ عایشه میگوید برای آن من این اجازت از پیغمبر خواستم که تا که پره این حادثه را از زبان پدر و مادرم شنوم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جواب عایشه چی گفتن؟ گفتن تو اختیار داری رفتن بگیر. عایشه تماما دگرگون شدم. از جای خود خیستم، خانه پدر و مادرم رفتم. وقتی با مادر خود روبرو شدم گفتم ای مادر عزیز، چی گپ هاست در شأن من؟ در راست من چی گپ هاست؟ میگوید مادرم گریان شد و گفت ای عایشه، هر دختری که اگر زیبا باشد و او در نزد شوهرش محبوب باشد و زن او با شوهری او باز بغیر این زن دیگر زنها داشته باشند،
زنهای او در حق این زن محبوب هر سخن میگویند. دخترم بی پروا باش، صبر کن، عاقبت کار بخیر است. گفتم مادر الحال تمام مدینه را آوازه پخش شده است که من زنا کردم؟ گفت بله. در تمام خانه مدینه الکی تهمت زنای تو صدا میدهد. عایشه میگوید باز همان گریه های شب مرا فرا گرفت، ناراحت شدم، خیلی گریه کردم، آنچنان گریه کردم گفت که قسم به خدا از دم صبح دیگر اشک در چشمهام نماند، چشمهام خشک از آب چشم شد. این زمان بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت علی را با همراهی حضرت اسامه ابن زید فریاد کرد. گفت ای علی، ای اسامه، من شما را برای مصلحت فریاد زدم. گفت چی مصلحت داری ای حبیبی خدا؟ گفت آیا همین عایشه را سر دهم یا سر ندهم؟ حضرت اسامه گفتند اگر از من پرسی من از پاکی خانه تو خبر میدهم. آن چیزی که بالای خاندان تو تهمت آوردن، خاندان ابوبکر ده آوردن، همگیش ای رسول اکرم تهمت است، من باور ندارم. من فقط پاکی و پاکیزگی و اخلاق حمیده و حیای حضرت عایشه را میدانم و خلاص. حضرت علی گفتند ای حبیب خدا، خدا برای تو زن محدود نکرده است، بگیر دیگر زن. حضرت علی گفتند لیکن خوب می شود که آن خدمتگاری که عایشه دارد سیر و سودای وی از خدمتگارش بپرس، وی همش می داند. رسول اکرم خدمتگار عایشه را فریاد زد، بریره نام داشت. گفت ای بریره، گفت در حق عایشه چی می دانی؟ چی کارهای نادرستی وی می دانی؟ برای من خبر بده. بریره خدمتگار عایشه گفتند ای حبیب خدا، عایشه بسیار دختری خوب است، بسیار دختری نیک است، بسیار دختری پاک دامن است، فقط یک عیب دارد. عیبش همین است که وقتی که خمیر میخیلد در پیش همان خمیر سری خودش میماند، وقتی که خواب میکند گوسفند و مرغا آمده خمیر شکی خورند، از خواب بیدار نمیشود. اینقدر عیب دارد که این عیب نیست، زیرا که وی جوان دختر است، وقتی خواب کردنش است. همین قدر عیب شه میدانم و خلاص. رسول اکرم ناراحت شدند، از هر جا صدای فقط نیکی عایشه می آید و خلاص. بالای منبر برآمد، گفت کی مرا در پاکی خانم یاردم میدهد؟ کی علیه عبدالله ابن ابیه ابن سلول منافق مبارزه میبرد؟ کیست؟ میگوید سعد ابن معاذ انصاری که از قبیله خزرجی ها بود، از جاش خیست. گفت پیغمبر خدا، من در قبطت میستم، اگر کدام شخصی که از قبیله اوس باشد و تهمت کرده باشد، قسم به خدا گو گردنش میزنم. بناگاه از بین قوم سعد ابن عباده خیست. گفت ای سعد ابن معاذ، تو دروغ گفتی، تو کشته نمیتوانی. گفت بچه عمکی سعد ابن معاذ از جاش خیست و پشتیبانی و یک کرد، یک غلغله مسجد صدا گرفت، فرا گرفت. رسول اکرم که زنده و حیات بودند این غلغله را پس کردند. قریب بود که بین این دو قبیله اوس و خزرج جنگ و کشتار برپا میشد. این زمان حبیب خدا از منبر پایان شد و خانه عایشه رفت. عایشه همراه یک زن دیگر و پدر و مادرش در خانه نشسته بود. حبیب خدا گفت ای عایشه، گفت من از تو سؤال دارم، اگر در این کار بد دست زده باشی به سوی خدا توبه کن، خدا تو را میبخشد. لیکن اگر پاک باشی، پاکی تو را خداوند برای من خبر میدهد. عایشه میگوید از این سخن پیغمبر خدا آنقدر پر تأثیر شدم که به مادرم اشاره کردم که جواب سخن پیغمبر را بگوید. مادرم گفت من چیزی گفتن نمیتوانم.
پدر ما اشاره کردم در جواب سخن پیغمبر چیزی بگویید. گفتن به خدا قسم ما دلاور نمیشیم در جواب پیغمبر خدا چیزی بگوییم. عایشه گفتن من پاسخی رسول اکرم میدهم. من گفتن دختری جوانم، نه اونقدر قرآن زیاد خواندم، لیکن ای حبیب خدا اگر الحال من میدانم که از تهمت است، میدانم که پاک هستم و روز از روزا خداوند پاکی مرا برای تو خبر میدهد، لیکن اگر الحال گویم که من پاک هستم و خدا میداند که من پاک هستم، گویم پاک هستم، تو باور نمیکنی. لیکن اگر گویم که من بر همین زنا رفتگی هستم، این جنایت کردم، حالا که خدا میداند که من پاک هستم، ای حبیب خدا تو باور میکنی. این سخن گفتم، ناراحت شدم. در پهلوک میگوید بستری خوابم بود، همون بالش در نزدیک کشیدم، سرم گذاشتم و خواب کردم. پیغمبر خدا از جاش ناخیسته، پدر و مادرم از جاش ناخیسته که یک لرزه پیغمبر خدا را فرا گرفت. این نزول وحی بود، پایان آمدن جبرائیل بود. همین زمان بود که میگوید پیغمبر خدا را لرزه فرا گرفت. دانستم که وحی از آسمان به پیغمبر آمده ایستاده است. لیکن عایشه میگوید من خودم را آنقدر پس میشماریدم که قسم به خدا فکر نمیکردم که برای پاکیزگی من، برای این پاکی من 14 آیت از آسمان پایان شود که تا روز قیامت مسلمان ها در نمازش اینا تلاوت کنند. اینا گو من باور نمیکردم. فقط فکر میکردم که در یگان خواب پیغمبر شاید که پاکی من برای اون خبر داده شود و بس. لیکن وقتی پیغمبر خدا میگه از لرزه فرا آرام شدم، نگاه کردم که یک تبسم و خنده چهره پیغمبر فرا گرفت و گفت، اولین سخن بود این که گفت عایشه خدا تو را رحمت و مغفرت کند، الحال 14 آیت از آسمان برای پاکی تو نازل شد. خداوند 14 آیت پایان کرد که عایشه پاک است. این حادثه ای که بالای او فرا گرفت، این غم و دقتی که او را روبرو کردند، این همگیش تهمت بود. پدر ابوبکر، مادر ابوبکر آنچنان خرسند شدند و مادر عایشه میگوید عایشه را چی گفتند؟ خیز از جاد گفتن. عایشه گفتند خیز برای خدمت پیغمبری خدا پیغمبر تشکر بگو. لیکن عایشه مادرمان چی گفتند؟ عجیب سخن گفتن والله لا اقوم الیه، قسم به خدا پیش پیغمبر نمیخیزم، گفت او را تشکر نمیگم، ولکن احمد الله عز وجل، ولیکن حمد خدا را میگم، ستایش پروردگار را میگم که برای یک عایشه از 7 طبقه آسمان آیت نازل کرد که تا روز قیامت بندگان خدا این آیت میخوانند. من حمد و ستایش پروردگار را میگویم. مستح که بچه خاله ابوبکر بود، یکی از اعضاهای تهمتگران بود. ابوبکر از جای خود خیست و گفت دیگر خاندان مستح را ابوبکر تأمین میکرد. گفت مستح به خاطر که تو ما را در رنج گذاشتی، دیگر تو از نفقه محروم شدی، من خاندان تی را دیگر تأمین نمیکنم. لیکن در برابر همین آیت نازل شد که آن توانگرهایی که فقیرها را تأمین از نفقه میکردند، برای این کار بده که اونها کردند نفقه را از اونها باز ندارند. این خاصه در باب ابوبکر بود. ابوبکر میگوید وقتی اینو شنید گفت قسم به خدا، گفت مستح برای این کار بده که تو کردی من تو را مغفرت میکنم و نفقه تو را به خاندانت میرسانم. ببینید این تهمتی که نسبت عایشه کردن به خاطر که آبروی عایشه را ریزانند، به خاطر که آبروی ابوبکر را ریزانند، لکن چی شد؟ به خیر انجام یافت. لکن الله پشتیبانی از عایشه و پشتیبانی از خاندان ابوبکر کرد. از این دیگر شرف و منزلت می شود. حبیب خدا گفتند اجتنبوا 7 الموبقات
بنده های خدا از 7 چیزی که شما را هلاک میکند دور ایستید. گفتن چیست؟ قالوا و ما هن، چیست ای پیغمبر 7 چیز چیست؟ گفت الشرک بالله، یکم شرکی به خدا نیارید. ان شاء الله من این شرک برای شما یک موضوع کلام میکنم. شرک به خدا نیارید. دوم و سحر، جادوگری نکنید. امروز پایتخت تاجیکستان دوشنبه را فالبین ها اشغال کردند، جادوگرها اشغال کردند. مردم تمامش وظیفت میفاره پیش فالبین میرای، کشایش کارت میفاره پیش فالبین میرای، از درد خلاص شدن پیش فالبین میروند. این مصیبت است، این بسیار مصیبت است. من اتا کاهنا او عرافا فصدق بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد علیه السلام. کسی پیش یک فالبین می رود، ولی امروز زنکا را می بینیم اکثرا زن هاست. برای چی می روی؟ برای دهن سرخش دامن بستن. برای چی است؟ برای دلگرمی شوهرت. دلگرمی شوهر خدمت است والله که نه جادوگر کار کرده میتواند، نه شیخ، نه ملا. تا زمانی که تو خدمت شوهر نمیکنی دل شوهر هیچ وقت گرم به سوی تو نمیشود. دلگرمی، دلخنکی همه به فالبین ها حواله. حبیب خدا کسی پیش یک فالبین می رود، پیش یک جادوگر می رود، باور میکند آن چیزی که وی میگوید به تحقیق کافر شده است به آن قرآنی که بر محمد نازل شده است. تو دیگر خانه حلال نداری، تو زن حلال نداری، تو نکاح حلال نداری. یک جوگی خانه ما و شما میاد، دستی ما و شما را میگیرد، ما و شما را فال میبیند. ما مردم مسلمان به عقیده فال او را گوش میکنیم، هلاک میشوید. 7 چیزی است که شما را هلاک میکند. پیغمبر خدا گفت یک تا شرک به خداست، دوم جادوگر است، فالبین است، بینک است. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. ان شاء الله من این 7 طبقه ای که 7 کسانی که هلاک شونده هستند اینا را باز یک کم ترک برای شما مفصل تر جمعه گذشته بیان میکنم و بعضی از قصه های ابوبکر نسبت در خلافت چگونه برآمد. ولی اطراف خلافت او هم جنگ جوش است، اختلافات هست. بعضی ها امروز دعوا میکنند که ارزنده جای ابوبکر علی بود، چرا علی نشد ابوبکر جای او شد. من ان شاء الله جمعه آینده از روی حدیث های صحیح بخاری برای شما این قصه هاش هم ان شاء الله بیان میکنم که آیا ارزنده بعد پیغمبر خدا حضرت ابوبکر بود یا عمر یا عثمان یا علی؟ کدام اینا ارزنده بودن؟ ان شاء الله جمعه آینده صحت و سلامت باشم آینده این قصه ها را برای شما بیان میکنم. همش به خاطر است که شما بیدار شوین که اینا دوستان خدا، اینا خدمتگارن، اینا دشمن نیستن. خب یک مادر حاجیه 2 ماهه نفقه خود را برای ساختمان مسجد آورده است. در حق فرزندان و نبیره‌اش که طالب علم خارجه هستند دعا خواسته است. برادر دولت علی اینجا یک مبلغ دادند. یک برادر مادر و 2 فرزندم بیمار است، گفته دعا خواسته است. ساختمانچی های سنگ توده از شما دعا خواستند. ساختمانچی های مسجد حاجی سفرعلی و استاد شریف، برادر خورشید، حاجی شاهین دعا خواستند. داملا جمال الدین برای جای نماز قالین آوردند، دعا کنید. یک برادر مادرش بیمار است، دعا کنید گفتند. بابای گریز که در این محله بود نامش تغییر دادیم عبدالاحد، که گریز نام نیست. خب فرزندشان اینجا در بابای کوچبای بودن، نام عبدالاحد، و فرزندشان گریز نام دارن. اینم ان شاء الله در فکرش میشین. خب اینجا از ما دعا طلب کردن. برادرمون